for a dunk during a timeout and actually went fully in through the hoop. This has been a YouTube sensation. The talk of the country. He's actually going to be, his name is Nick, he's going to be on Ellen on Tuesday. I'm just so thankful that worked out for him. And I hope he never tries that again. این هفته خبر تو خبر داره براتون از آخوندهای پا به گوری که قیام اصفهان حسابی هراسونشون کرده و حتی از نماز باران هم وحشت دارن. با توجه به توطئه‌های دشمنان و برهم زنندگان آرامش و آسایش مردم هیچ گونه برنامه‌ای در خصوص برگزاری نماز باران در سطح استان اصفهان برنامه‌ریزی نشده است. کسی بخواهد به نام نماز باران یا هر عنوان دیگه‌ای با یک قصد دیگه‌ای بیاد تجمع بکنه، اون مهمه برای ما. قطعاً این با یه واکنش مناسبی روبرو خواهد. آخوندا میخواستن مردم اصفهان رو هدف قرار بدن، اما همه چی برگشت تو صورت خودش. این وسط آخوند رئیسی هم اومد توی تیویش تا گزارش 100 روزگی دولتش رو بده، اما طبق معمول مشغول باید درمانی و انشالله تراپی شد. آب ما در واقع مشکل داریم، مسئله خشکسالی داریم، کمبود نزولات آسمانی داریم. در کنار دعایی که باید حتما کرد، باید یه برنامه‌ریزی و یه مدیریت خیلی خوبی صورت بگیره. ما با همکاری و مشارکت مردم انشالله پیش میریم و این در دستور کار دولته. یعنی ما لحظه از این قضیه غافل نیستیم که باید این مدیریت صورت بگیره، مردم عزیزمون دچار مشکل نشن. اگه به آخوند رئیسی باشه میگه کی گفته آب نیست؟ اینقدر تو ایران فراوونی آبه که از پریزای برق هم آب میزنه بیرون. درست تو همین اوضاع و احوال بود که دلارم از 30,000 تومان گذشت و شوک ارزی هم به باقی شوک‌ها اضافه شد. قیمت ارز و طلا هم افزایش زیادی پیدا کرده و خب داره میره بالا. متاسفانه هم بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هم نمیگن که برنامهشون چیه برای کنترل بازار ارز تا ببینیم چه اتفاقاتی میفته. این اولین شوک جدی بازار ارز هست در دولت آقای رئیسی که حالا وارد شده است. همزمان با همین شوک ارزی جا داره یادی بکنیم از این خالی بندی آخوند رئیسی. سوال اینه که اگر که شما رئیس جمهور می شدید اوضاع چی می شد؟ خدا رحم کرد ما رئیس جمهور نشدیم که دلار بشه 5000 تومان. اینا همونایی هستن که کارشناسای مشنگشون فکر میکردن اگه تو برنامه زنده دلار رو جلوی دوربین پاره کنن قیمتش پایین میاد. مثلا ترکیه سال 97 آمریکا یه تحریمی میکنه ترکیه رو، رئیس جمهور ترکیه به مردمش میگه به خاطر اینکه قیمت دلار افزایش پیدا نکنه اصلا با دلار کار نکنید. مردمش یک حرکت جالب میکنن، میرن دلار آتیش میزنن، میرن حتی صف میکنن میفروشن، یعنی صف فروش دلار تشکیل میدن. و بعد حالا چند وقت بعدش هم در مورد طلا این اتفاق افتاد. در مورد طلا این اتفاق افتاد. حالا ما میخوایم در این مورد هم صحبت کنیم که چه عواملی باعث میشه که ما به جای اینکه مثلا دلار رو آتیش بزنیم، مثلا پاره کنیم، زیر پا له کنیم، اصلی داره این کارا رو بکنیم، چرا میریم صف خرید تشکیل میدیم به جای صف فروش؟ البته تا جایی که به آخوندا برمیگرده غارت و چپاولشون تعطیل نمیشه و در همه حال مشغول دزدی هست. همین مجلس بالای 30 میلیون تومان برای دفتر و دستک و بلیط و اینا میده. بعضیا متاسفانه تو شهرهاشون دفتر و دستک از شهرداری دارن، از ادارات دارن. این اصلا خلافه. و به هر حال حتی ماشینی که اینا دنا پلاس گرفتن به جای 270 تا 370 تا گرفتن، ما بقیش تو این پارکینگ مجلس قابیده. البته این دزدی‌ها به مجلس محدود نمیشه.
دولت و مجلس و باقی اوباش حکومتی در این زمینه همدستند. ببینید کار به کجا رسیده که حتی جنتی لعنتی هم ترس برش داشته و وحشتش از قیام رو اینطوری برملا میکنه. ما نمیتونیم در هیچ جا مردم کنار بشیم یا مردم از ما کنار بشن. یه همچین اتفاق میفته خیلی مفهوم بسیار بدی داره. همه اینها نشون میده که انفجاری در راهه و آخونده هم حسابی به حول و ولا افتادن. بس که در این جامعه لابی شده، وضع همه رو به خرابی شده، قیمت بازار حبابی شده. وای از آن دم که کند این حباب، انقلب ینقلب و انقلاب. هر که چرا گفت بگیر و ببند، نقد تو را گفت بگیر و ببند، یا به تو گفت بگیر و ببند. گرچه شود حاصل چوب و چماق، اختنق یختنق و اختناق. فیلتر و سانسور قدیمی شده، اسلحه و زور قدیمی شده، نسخه شاپور قدیمی شده. می کند آخر خفقان و فشار، انفجر ینفجر و انفجار. تو روزایی که وضعیت معیشتی مردم روز به روز بدتر میشه، سلبریتی های حکومتی به فرمان عظما برای مردم ایران نسخه ریاضت اقتصادی میپیچن. خودتون لباسایی که بچه‌هاتون لباسشون خراب بشه تعمیر میکنین هیچ وقت؟ بله. چی کار میکنین؟ اونایی که پسر دارن که احتمالاً با سرزانو کرده باشن، چی کارش میکنی سرزانو رو؟ یه پارچه‌ای که حالا مثلا مناسب باشه واسه سرش که قشنگ ریزی می‌برم و از این آماده زانویی. آره جوراب شلواری تا حالا رو کردی؟ دیدی چقدر سرینو که انگشت شستش سوراخ میشه؟ باید بدوسی دیگه، سوراخ میشه آدم میدوزه. بعد کسی ببینش احساس خجالت بچه‌تون نداره. البته مردم هم جای جاش جواب این جماعت سلبریتی رو میدن. این یه نمونه از کلیپ هاییه که در این باره درست شده و تو فضای مجازی نشر پیدا کرده. آقا بس دیگه تو چقدر خرید میکنی؟ ببینم تو چقدر هزینه میکنی برای خورد خوراکت؟ خدا شاهد خجالت میکشم 3 ماه گوشت خونه من نیست. سطح انتظارات و توقعاتمون رو بیاریم پایین. چقدر بیاریم؟ باشه تا حالا خیلی آوردیم پایین، از اینم باید کمتر کنیم. آدم میشناسم خونه نمیره، میگه من منتظرم شب بشه بچه‌هام بخوابن گشنه‌اند بچه من. کار نکردم. خودتون لباسایی که بچه‌هاتون لباسشون خراب بشه تعمیر میکنین هیچ وقت؟ بله. چی کار میکنین؟ من 7-8 سال لباس نو نپوشیدم، خدا شاهده. بله خب بس این چیزا رو نمیفهمید. هر آدمی که بعد از 30 سال کار کردن نتونه زندگی خوب داشته باشه، به نظر من آدم بی دست و پایه. من کارمندی که یک عمر زحمت کشیدم، الان 70 سالمه، باید برم شبا گدایی کنم؟ از کجا باید بیارم؟ ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره، یعنی بره همون جاهایی که اون رفاه و اون مدل زندگی رو داره. این هم یه تصویر ثبت شده از منفوریت و انزوای آخوندا. یه آخوند داره از حالا 4 کیلومتر داره پیدا میاد، هیچ که از در خونه یعنی پل قدیر هر که دست میکنه بلند میکنه سوارش نمیکنه. از بس مال خدمات خوبی به مردم دادن و تو دل مردم جا دارن، هر چی دارن میرن یا که هیچ که سوارش نمیکنه. یعنی الان 2 کیلومتر 3 کیلومتر پیدا میدونم کدوم گور مخابره بازم چی هست؟ این جوجه مشنگ ولایت مدارم توی این وضع و اوضاع دنبال احکام شستن موهای سره. اما در این که حالا غیر از مثلا 1 سانت چسبیده به مو، ما بقیش آیا شستنش لازمه یا لازم نیست؟ نظر آیات اعظام خویی، تبریزی، سیستانی، وحید خراسانی، گلپایگانی، صافی گلپایگانی و بعض بزرگواران دیگه هست که این بزرگواران میفهمند شستن موهای بلند غیر از حرابیخش ما بقی شستنش واجب نیست. تیوی ریش یک گزارش پخش کرد تا انفجار نطنز رو ماسمالی کنه.
اما گزارشگرش تو نتس اینقدر گفت خوشبختانه چیزی نیست که همه فهمیدن منظورش اینه که بدبختانه باباشون در اومده. ما الان داخل شهر بادوز هستن و خوشبختانه شهر ما در امنیت و آرامش کامل هستش. این سامانه‌ای که پدافند آزمایشی بوده که خوشبختانه ساعتی قبل صدای مهیبی آسمون شهر بادرود رو در بر گرفت که خوشبختانه هیچ مشکلی هم پیش نیامده و مردم در آرامش کامل به سر میبرند. بله خیلی ممنون. خودتون هم شاهد همچین آزمایشی بود؟ بله من خوشبختانه داخل خیابون بودیم که صدایی که از بالای سر ما، صدای انفجاری که از بالای سر ما رد شد و متاسفانه یا خوشبختانه هیچ مشکلی هم پیش نیامد واسه منطقه. سوتی‌های تیوی ریش یکی دوتا نیست. مثلا مذاکره کننده‌شون توی وین گفت تحریم‌های ظالمانه باید لغو بشه. قرار شد که فردا صبح سه‌شنبه 9 آذر ماه کارگروه بررسی موضوع لغو تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه علیه ملت ایران آغاز به کار بکنه. اما همین خبر رو وقتی خواستن توی تیوی ریش پخش کنن ظالمانه‌اش رو حذف کردن. قرار شد که فردا صبح سه‌شنبه 9 آذر ماه کارگروه بررسی موضوع لغو تحریم‌های علیه ملت ایران آغاز به کار بکنه. خلاصه اینکه این روزا هماهنگی باندها و ارگانهای مختلف نظام یه چیزی تو این مایه هاست. تو در و دیوار این شهر همش از تو یادگاره، توی این کوچه تاریک منو تنها نمیذاره، یاد حرفای قشنگه. اینجوری میشه که برای مجریای تیوی ریش هم دیگه اعصاب باقی نمیمونه. بابا این تلویزیونه، بابا این تلویزیونه، بابا این تلویزیونه. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد گزارشگر تیوی ریش رفت کردستان عراق گزارش تهیه کنه، اما با چنین صحنه‌ای مواجه شد. ليرة برو أنا إيراني تيرورستان فاتوكن مش قريب كل هذا كان أنا فاتوكن أنا إيراني. در پایان این شما و این بخش دیگری از شگفتی‌های زبان فارسی. English look, Farsi ببین. English listen, Farsi ببین. English I'm warning you, Farsi ببین. English pay attention, Farsi ببین. English something bad is happening there, Farsi ببین. English don't lie, I know the truth, Farsi ببین. English she's doing something bad, Farsi ببین.